الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، والمحبة وفقك الله لما أحب. آخرين شرط فتهم المحبة، يعني محبة هذه الكلمة وما دلت عليه ومقتضته ودلت إليه، ومحبة أهلها والعاملين بها. على چهار چیزه چه؟ محبت یعنی چه؟ نعم، يعني همین چیز به محبت همین کلمه خود جدو محبت لا اله الا الله دوستان، و محبت هر چیزی که همین چیز اقتضا کرد، همین چیزی چی میکند یعنی دربار گرفت. لا اله الا الله چیزی که دربار بگیرد، و این چنین چیزی که لا اله الا الله هم به چه دلالت دعوت میکند. چی میکند یعنی دعوت میکند، یعنی نماز و همه چیزهایی که لا اله الا الله دعوت میکند. و چهارمش محبت اهل لا اله الا الله، همین لا اله الا الله میگفتگی های هم لا اله الا الله به عمل میکردگی های دوست داشتن. فهمدید؟ همین چی بود یعنی همین لا اله الا الله به چی بود یعنی شرط همین چهار چیز باید که انسان چی باشد یعنی دوست دارد. همین چهار چیزه لا اله الا الله دوست داشتن به دلیل بسیار الله سبحانه و تعالی میگه سوره بقره میگه که و من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله. دیدید یعنی چی؟ والذین آمنوا اشد حبا لله، یعنی همونهایی که ایمان آوردن همونهای ایمانشون چی؟ الله به سخت. یعنی ایمان چی بده یعنی شرطش والذین آمنوا اشد حبا لله، یعنی احب شيء الیهم ماذا؟ الله سبحانه و تعالی. دیدید یعنی لا اله الا الله و خود دوست داشتن. دیدید همین فهمیدید وجه استدلال الآیات؟ و من الناس من يتخذ من دون الله اندادا من تبعید، یعنی بعضی آدم‌ها هایی که غیر الله سبحانه و تعالی خودش رو نید، یعنی بعضی های میگرد که وای های دوست می‌دارد خیلی که دوست می‌دارد الله سبحانه و تعالی، لیکن همونهایی که ایمان دارند وای ها فقط کی را دوست دارند؟ یعنی لا اله الا الله، یعنی لا يحبون الا الله. دیدید یعنی مشرکا چیکار میکنن؟ يحبون الله يحبون الله و يحبون غیره معه. فهمید؟ يحبون غیره معه. فهمید؟ لیکن مؤمنان چه؟ لا يحبون الا الله، لا يحبون الا الله. فهمید؟ طبعا اینجا محبت چی گفته شده؟ محبت و تقسیم میشه محبت یعنی طبیعی های محبت عبادتی که محبتی که این چیز اقتضا میکند همین چیز دوست داشتن، یعنی همین چیز عبادت کردن اقتضا میکند، یعنی برای همین شده تو دیگه کارها ترک کرده یگانه همین به عبادت میکنی. این باید که این حب که بتر شود یگانه الله سبحانه و تعالی. یعنی همین از صفت مؤمن ها يحبون الله، یعنی يحبون لا اله الا الله، یعنی لا يحبون الا الله، یعنی لا اله الا الله نیست یگان کسی رو دوست میدارند بجز الله سبحانه و تعالی. فهمید معنی لا اله الا الله؟ ام به الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ یا ایها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحب الشاهد يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. دیدید یعنی همین چیه شاهدش یحبونه یعنی وایها چی میکنن؟ یا همینا یعنی الله سبحانه و تعالی چی میکرده یعنی دوست میداشتن. فهمید؟ الله سبحانه و تعالی چی میکنن یعنی دوست میدارن. انا همین ما به چی داد یعنی چی داد؟ معنا داد که یعنی باید که ما تنها کیه دوست داریم؟ الله سبحانه و تعالی. الله سبحانه و تعالی چی دوست داشتن معنا شده در بر گرفت. فهمید؟ همین آیات ها چی به دلالت میکند یعنی دوست داشتن الله سبحانه و تعالی. دوست داشتن الله سبحانه و تعالی یعنی طبعا محبت و محبت لا اله الا الله، یعنی تنها انسان دوست دارد تنها که دوست می‌دارد الله سبحانه و تعالی. همین به یعنی باید که از همه چیز محبوب تر برای انسان چی باید شد؟ الله سبحانه و تعالی. از همه چیز محبوب تر چی باید شد؟ الله سبحانه
وتعالى الله سبحانه وتعالى سورة نعم سورة توبة الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. دیدید همین یعنی چی به دلالت کرد باید که الله سبحانه و تعالی چی باشد یعنی از همه از اب پدر فرزند زن و شوهر برادر و یعنی چی تجارت و اموال مالها و خانه ها از همه این چیزها چی محبوب تر باشد. یعنی اگر الله سبحانه و تعالی میگه که اگر همین شما پدراتون یا فرزنداتون یا برادراتون یا زنهاتون یا خویشای ما و تجارتاتون یا که مالاتون یا که خانه هاتون از الله و رسول و جهاد بهتر باشد چی شوید تربصوا انتظار شوید بلای الله سبحانه و تعالی شما به میبید. الله فاسقای چه هدایت نمیکنه یعنی دوست نمیدارد. چه نعم این حکم فاسقا یعنی همین چیز از الله بسیار دوست می‌داشتگی یا چه فاسق میشده است. اویا سوره توبه گفتم که دیدید یعنی اینجا هم گفتم که دلیل چی بمیشد این آیات دلیل چی بمیشد دلیل مدلل چیزی که لا اله الا الله دلالت کرد و چیز اقتضا میکنه. یعنی مؤمن نمیگه همه چی میگه ما الله تعالی دوست می‌داره. حتی یهودی نصرانی میگوید که چه الله دوست می‌داره. ما خیلی میگوید یا نمیگوید؟ همه میگوید. هیچ کس نمیگوید ما الله دوست می‌داره. لیکن دوست داشتن چی میشه یعنی با عمل. با چی میشه یعنی عمل. با چی میشه یعنی عمل. یعنی معناش که معنای این آیه چی میشه یعنی باید که همه این چیزها یعنی الله سبحانه و تعالی و رسول صلی الله علیه و آله و سلم یعنی تمام چیزهایی که لا اله الا الله محمد رسول الله اقتضا میکند همین چیزها باید که از همین چیزها محبوب تر باشد. یعنی معناش که انسان تمام یعنی چی مالش و تجارتش چی میگه وقتی الله سبحانه و تعالی وقتی عبادت و طاعت باید که چی جمع کنه. فهمیدید؟ یعنی برای دنیا شده اگر آدم یک سنت ترک کنه برای دنیا شده یک فرض ترک کنه معناش که چی لا اله الا الله به دوستی محبت نداشته بود است یعنی همین یعنی یعنی انسانی که معناش چی میشه یعنی این معنای آیت فهمیدید معناش چی یعنی تجارتنده آدم کارنده وقتی نماز شدگی میگه بیا وقت کار انجام تیم تو نماز دیرتر کار میخونه ایکم خیلی فهمیدید یعنی این معناش چی معناش که الله تعالی دوست نداشته محبت نیست الله سبحانه و تعالی یا که مثلا چه خلاص حساب داری برادر وقتی زکاتت نه وزرا زکاتم چه کام بغل میشم ممکن چی میشم بانکروت میشم زکات نمیدم یعنی این چی الله سبحانه و تعالی محبت نداری تو روزه داشته نمیتونه یا که وقت کمتر دنیا پیشه چون طلب علمتون وقتش میبیاد یعنی یا مثلا دنیا شده چی طلب علم ترک میکنه دنیا شده نماز ترک میکنه دنیا شده روزه ترک میکنه دنیا شده سنت ترک میکنه. فهمیدید معنای این آیه اینه که یعنی به زبون که دیگه به زبون هم به یهودی نصرانی هم میگه که به عمل که یعنی با چی به عمل هم به رسول همین تفسیر این آیه چیه سوره سنن ابی داوود هم میبیاد که سنن ابی داوود هم میبیاد که حدیث ابو هریره رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که لئن تبایعتم بالعینه ورضیتم بالزرع واخذتم باذناب البقر سلط الله عليكم ذلا نعم ولئن تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعوه حتى ترجعوا إلى دينكم. يعني أمين أجر بعينكتي يعني نمود الربا خريد فروش نمود الربا كتي مشغول شبيت اسپایو کشت کور شوید کشت کور به درآمد برافتید درختم فقط همین اسپای کشت کور شدید یعنی همین زندول جمع کردن و دیگه رو کشت کور فقط زمین انده کورای زمین کدی مشغوله یا که از قفای چی گرفته شده دنبی گوفوی به گرفته شده یعنی از چور
yoki kishda kor kati yoki chorvodor kati mashg'ul shuded. Ya'ni ma'nosh ki ba dunyo shuded, ya'ni mashg'ul shuded. Ham ba dunyo mashg'ul shuded. Va jihad partofted. Ya'ni talab ilm jihad ba medarost. بهترین جهاد چه؟ طلب علم. بلکه جهاد اعظم اکبر جهاد چه؟ طلب علم. اینا پرت افتاد الله تعالی شما چی به گرفتار میکنه؟ خوری، ذلبه، یعنی بگو ذلبه گرفتارتون کرده، یعنی همه خیلی چه؟ خوراتون میکنه تا که دیناتون بنگردید. فهمدید؟ فهمدید معنای محبت الله سبحانه و تعالی؟ هم به محبت الله تعالی تقدیم المحب علی غیره. یعنی الله دوست داره تمام چیزهایی که الله امر کرد و تمام چیزهایی که الله تعالی دوست می‌دارد و تمام چیزهایی که الله تعالی همین شریعت گردانید، همین چیزها برای تو چه از دیگه چیزها محبوب باشد. فهمید؟ از دنیای از تمام چیزها به الله تعالی چی میگه؟ ارائیت من اتخذ الهه هوا. ارائیت من اتخذ الهه هوا. سوره فرقان انده، سوره جاثیه انده. نه فرقان انده. نه فرقان انده ارائیتش ده میبیاد. جاثیه انده ارائیت بفوکتی جاثیه انده میبیاد. افرائیت این جاثیه انده میبیاد. بیف ارائیت فرقان انده میبیاد. افرائیت سوره جاثیه انده میبیاد. یعنی ف جاثیه به میبیاد، بیف فرقان به میبیاد. فرقان به ارائیت من اتخذ الهه هوا. اما جاثیه انده افرائیت من اتخذ الهه هواش میبیاد. یعنی فهمید؟ یعنی هم به چی؟ افرائیت یا که ارائیت من اتخذ الهه هوا. یعنی این وقتی که من هواشه همین با گناه‌های با گناه کتی عمل میکند یا که یک چیزهای دنیویی مقدم گردانید بر الله سبحانه و تعالی، با این کتی وای چی های محبت ندارد الله سبحانه و تعالی به این بنده. هم خیلی نه وای الله سبحانه و تعالی به این کارش کتی چی عبادت نمیکند. هم به چی میگفتیم؟ یعنی باید که همین چیزها یعنی باید چی شود؟ یعنی برای چی همین چیزهایی که لا اله الا الله خودشو چیزی که دلالت میکند، دلالت میکنه که لا اله الا الله چی بوده است، یعنی همین حرامو ترک کردن، حلال به عمل کردن، واجب مثل نماز و روزه و زکات و مثلا، یعنی این چیزهایی که الله تعالی از همین تمام چیزهایی که مثلا از الله تعالی دور میکند بنده از این دور شدن در کار، یا نمی از این چیز شدن در کار، یعنی دور شدن در کار. باید که از همه چیز محبوب تر چی شود؟ الله سبحانه و تعالی. و این چنین این چیز گفتم، یعنی این آیات چی گفتم؟ یعنی همین شروع شرط محبت، یعنی چه المحبه گفتیم چه در بر میگرد، یعنی اهل لا اله الا الله، یعنی اهل لا اله الا الله دوست داشتن در اهل لا اله الا الله دوست داشتن در اونایی که لا اله الا الله گفته لا اله الا الله به شروط هاش که عمل میکنن، همین دوست داشتن در کار. همین حدیث انس، حدیث صحیحین انده، حدیث انس و حدیث ابو هریره، رسول صلی الله علیه و سلم میگه که ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. يحكم شوي من كان الله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار. فهمت؟ یعنی هم یکمش چیه؟ باید که همین سه چیزند آدم حلاوت ایمان مییابد. یکمش چیه؟ از همه بسیارتر الله و رسول باید که برای تو محبوب تر باشد. و دویمش بنده وقتی که دوست می‌داری باید که دوست برای چی؟ برای لا اله الا الله داری. همین شاهد یعنی دیدید؟ و اینجوری این بنده باید که ترس از کفر بگشتن چه خیلی که بعد از که الله تعالی به نجات داد چه خیلی که آتش انداختن دوست می‌دارد نه؟ از گرفته تنور به شما انداختن که دوست می‌دارد. هیچ کس دوست نمی‌داره، نه بعد می‌بیند آدم اینا بعد می‌بیند خود دیگه میخواد کفر بگشتن، گناه بگشتن، بدعت بگشتن، اهل بدعت بگشتن، باید که تو چی کنی؟ یعنی این چیزا بعد بینی. نه یعنی برای همین یعنی الحمدلله که الله تعالی تو از بدعت نجات داد، از گناه ها نجات داد، از همین خیل احمقات تو نجات داد. خب نزد ویا بگشتن نرفت دیگه، نزد ویا به چی گشت دیگه نرفت. هم خیلی نه الله تعالی تو نجات داد، بلکه این چیزا بعد بینی اكو انا من چیز یعنی همین چیز بود. برای همین انسان یعنی از اقتضای این محبت گفتیم چی وای عقیده چی می‌دارد انا من جان مو بچی بیان میشه عقیده الولا والبراء، الولا والبراء چی میشه؟
یعنی الولا و البرا یعنی دوست داشتن بدبینی فقط برای چی باشد؟ الله سبحانه و تعالی باشد. عند ابن عباس رضی الله تعالی عنه میگوید، این اثر ابن ابی شیبه و دیگرها به اسناد صحیح از ابن عباس روایت میکنند، میگوید که ابن عباس میگوید که من احب لله و ابغض لله و والا فی الله و عاد فی الله فانما تنال ولایت الله بذلك واصبح اليوم غالب مؤاخاة الناس على امر الدنيا لا يجدي ذلك على اهله. ابن عباس لا يجدي ذلك على اهله شيئا. فهمت؟ لا يجدي ذلك على اهله شيئا. یعنی آدم میگه ولایت الله به نزدیک شدن، الله به دوستی محبت الله تعالی بکنه وقتنده دوچار میشوی، همین وقتنده که دوست یعنی محبتت برای الله باشد، بدبینیت برای الله، یک کس دوست می‌داری برای الله، یک کس بد می‌بینی برای الله، یعنی دوستی می‌کنی، همکاری می‌کنی، دوستی می‌کنی برای الله، دشمنی می‌کنی برای الله. علم این چیز که تو چی می‌کنی؟ یعنی ولایت الله تعالی دست می‌گیری، الله به نزدیک میشی. لیکن ابن عباس میگه که امروز افسوس که چی شد، یعنی غالب برادری مردم چنده شد، امر دنیونده شد. زمانشون نداره. نه امر دنیا بشود، یعنی دنیا بشود یک چیز هم میبیند، اول پیش اول نگاه میکند کنی از همین یگون چیز دنیا یگون فایده میگرفته باشم یا نه، یگون دنیا میگرفته باشم یا نه، همین میبیند وای چیزی که چی شی ننده مول شای دنیا شد وای پرتو وای وجن یعنی وجن کیسه میگه کیسه میگرد، یک چیز فایده میبیاره، چیز دنیاییش به خورش مثلا یک هم میرد اعوذ بالله خلاها های اعوذ بالله بی شرم بی حیای بی انصاف که با مثلا اعوذ بالله چی میکنن، خاصتا این چیز برای طالب علم یعنی ابدا یعنی چی نزدیکیش به نمیفهمه، این چیز یعنی طالب از تمام خیرات محروم میکنه، از الله که دور شدی از همه خیر دور میشه، یعنی با میبینه چی میکنه، یعنی یک میبیند آدم به یک بار دو بار میبیند که یک کار دنیوی ده یاردم نداشت، یاردمش به حاصل نمیشه، خلاص میپرتاد دوای در کنه میگه من میپرتاد در کنه وای مثلا چی خودش اوای دور میکنه، خلاص فکر اوای چی دور میکنه نقد دیگیش به میراتونه، دیگیش به میرات میبینه دو هفته تئاتر اکتام نقد میگیره وای هم پرتاد چی به چه بتونه اوای یک فایده دنیوی نیست، یعنی یک کار دنیوی میطلبه یا چی میگه وای دستش ناومد یا که نکرد مثلا یک چیز حتی رتبه گفت که برادر من تو یاردم نمیدم، برای همین عقیده ولا برای ابن عباس فهمده میگه که اگر برای دنیا میگه کمتر برای برادر دشمنی پیدا شد فهم که تو عقیدت چه ضعیفه، فهمده؟ برای دنیا این چیز بنه چه یعنی برابر شده نمیتواند، این دنیا چه این چیز به برابر شده نمیتواند که برای دنیا تو دوستی کنی دشمنی کنی، یعنی هم خیلی یعنی رسول صلی الله علیه و سلم زدن گفتن چقدر، لیکن برای الله شده چه بخشید همه با دوستی کرد با همه کردی چیکار، یعنی یک بار یک برادر از خطا کرد و خلاص تمام 100% وای رو میگردوند، یعنی میبیند که منند خیر آخرت علم یک فایده میگیرد، این چیز تمام خودش دور کرد بتا وای برای چی؟ برای که یک مثلا خوردنی به حاصل نشد یا یک نوشیدنی به حاصل نشد، میگه که نور میگه با این بنده همین خیلی میشه، یعنی آدم برای همین یعنی الحب والبغض میشه یعنی برای الله سبحانه و تعالی میشه، چی قدری که تو مثلا وای گندگی کنه یا چی نکنه، دیدی که مثلا عقیدهش مثلا از یعنی لا اله الا الله تحقیق کرده توحید انده وای آدم بعد نبی، فهمیدید؟ وای آدم چی بعد نبی. من معنای حدیث چی بود یعنی همین چیز یعنی همین با یعنی بو باید که چی برا از کی کنه، یعنی همین آدمایی که همین چیز به ضرر دارن، یعنی از اهل کفر این همین محبت که گفتم که محبت این چه اقتضا میکند با چیز یعنی از تمام دشمن های لا اله الا الله از این چیزها براءت اعلام کردن، از کفر، از شرک، از فسق و فسوق، از اجرام، از بدعه، از این چیزها باید که چه روی گردونه. هم با الله سبحانه و تعالی سوره ممتحنه اند میگه قد كانت لكم اسوه حسنه قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده نگرید باید چیکار کردن یعنی براءت یعنی چی گفتن یعنی منکم و مما از شمایان و از عبادت های شما ما رو گردونده،
انا میخل سنی ها صاحب منهج باید که عقیده یکچی باشد، یعنی تمایز و تمایزش باشد، تمایز و تمایز باشد. یعنی با کسی که دوستی میکنه دون که وای دوستت کی ان دوستت کی ها، یعنی صد خودت سنی کردن نشون تی که سفیان چی میگفت، یعنی اینها خودشون بدعت داشتن روز کنن که لیکن دوستیاشون روز کردن نمیتونن ها، دوستیاشون روز کرده نمیتوانند. فهمیدید؟ دوستیاشون چی روز کردن نمیتونند، یعنی دیدی که به همون میگردد، یعنی این قول ما نه، یعنی میگه که چی من به همین دارم همین خیلی میشم و چه کنم این قول، یعنی تو خودت سنی میگیری از اهل سنت میگیری، از اهل سنت خلاص از اهل سنت باشم، اهل سنت قولش قبول میکنم، یعنی عیب من چی؟ عیب من امام ها، یعنی همین امام های اهل سنت میخواد قرآن سنت هم میخواد قاعده های مونده. چیکار کنم من؟ این قول من نه، این قول فلان فلان نه، قول قرآن سنت قول ائمه الهدی. کسی که آدم دید دوستش به چسب با کی گرد هم بر برده به چیکن چسب کنه هم خیلی یعنی فهمیدید نه؟ انا میخوام مثلا چی میشه، یعنی عقیده الولا و البراء قرآن ها، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نگرید؟ یعنی من میخوام مثلا چیکار کردن، یعنی عقیده الولا و البراء تحقیق کردن وایها، عقیده الولا و البراء چیکار کردن، یعنی عقیده الولا و البراء چیکار کردن، یعنی تحقیق کردن. همین به انسان باید که چیکار کنه، یعنی ها، یعنی با فقط با اهل سنت چی قدری که دیدی که اهل سنت طالبای علم با توحید و با سنت مشغولن، همینا به خودت هم قوم لا یشقى جلیسهم، همین ها آدمایی که با اینا کتشین هیچ وقت بدبخت نمیشی. لیکن دیدی که همین چپ و راست گشت و همین رفت و اسم میرد اسم شرق و غرب میرد استون میشون میرد همین غیبت میکرد گابزه میکرد، فر منهم فرارك من الاسد، خیلی از شیر میگریدن میخیر گریز و این چون دیدی که هم برادرهایی که همین سنت و توحید که مشغولند دیگرها نزد همینها به نمیاد، آدمینا خودش دور میگیرن، فهم که چی مشکل دارن. قول رسول صلی الله علیه و آله و سلم، حدیث ابو هریره بخاری بنی مریضه، الارواح میگه صلی الله علیه و سلم جنود مجنده فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ارواح روحها هست مثل جنود، مثل عسکر برینن. عسکر ها همش یک جنده میستاد که عسکر میخونه، یعنی میدان جنگنده دو عسکر هم یک عسکر یک جا جمع میشه، دیگرش یک جا جمع میشه. یک آدمی که میبیند یک آدم دیر کرد جنگ به میبیاد، عسکری خودش میبیند مباشرتا عسکری پیش دشمن نمیرد که پیش دشمن برات دشمن وای میکشد، یعنی مباشرتا پیش که میرد عسکری خودش میرد. ارواح هم میخله، فهمیدید؟ سنی دید نازم به میتاوت. برای همین احتیاط شوید، احتیاط شوید. بعضی ها های میگرد چیوا به برادر نمیگرده، من وقت ندارم، من دستم بسیار، من کذا میبینیم که متعمد میگاری، میبینیم که میگاری راست و چپ کاره، میبینیم که بازی کاره میگاری، چی به وقتت نیست، یعنی چی دروغ میزنی مو ندیدیم از نزد علماء که بارنده. من مشایخ وقتی شیخ عباد خونش بر رفتیم پرسیدیم، شیخ عباد دیدیم، ما فکر میکنیم که تو به شیخ عباد غرفشه دادگی خود عبادان زندگی میکنی، نیستی گیجونده ای تو گیجونده وای دیدین نیست. میگوید که چیه نزد کنده همین یا بازارنده یا مطعمنده یا آشخوننده یا کافینده یا چای خوننده میگره، سونی پیش اهل سنت اومدن با وقتش نبوده است. فهمیدید؟ اینه چی میگه رسول صلی الله علیه و سلم الارواح جنود مجنده، یعنی اگر سنت دوست داشتگی همین توحیدند این منهجند باشد وای به این خیلی آدمو زندگی کردن نمیتونه میبیاد، گرچند وای با ظلم کردگیان زدگی کوفتگی مالش گرفتگی ملکش گرفتگی میبیاد نزد برادر رو هم خیلی نه، برای که ارواح جنود مجنده. برای همین ابن حجر میگوید که اگر میگوید بینی که میگوید یک سنی که کمتر بغضت و معاملت کنده برای هم وای حالا که سنی برای یک دنیا برای یک چیزی وای باد میبینی دینتا از دیگه تفتیش کرک بر ببین که دینتان چیه خلاله، برای چی تو اهل سنت دوست نداشته استادی. فهمیدید؟ و خود نمیخواد چه اهل بدعه برای همین یعنی سنی با اهل بدعه زندگی کردن نمیتونند. فهمیدید؟ مثل سنی یعنی از اهل سنت باشد میبینی اهل بدعتان نشینند گویا که بالای چی نشسته است؟ بالای لخشان نشسته است. لخش میگن میگه
صندلیه دونش بدن ما داریم چه میشه دنه چند اشتام میتونه ها ناز بدات کو گفت اشتام میگیره چای بیفتن ها میگیره تا جون نه ها یعنی نمیتونه اصلا اونجا بیشتر بی خبر نودونیست اگر اشتمونه دا چیکار میکنه یعنی ها مباشرتا دونیست نودونیست سجادتون ختم میکنه انا میخوام سنی هم اگر اهل بدعت کتیشش مباشرتا نزد یا بگیره نظر کن نزد اهل سنت بکشیش تا قال الله و قال رسول الله میشنود راحت کرده باید که چی و یا کتی دودای همشتر این چی بود یعنی انا می معنای المحبت معناش ها والمحبه وفقك الله لما احب انا می معناش نه کنه بفهمید انا می چیز یعنی باید که این چیز محبه با قول و عمل کتی تحقیق کنه ها همه چی آل عمران عند الله سبحانه و تعالی چی میگه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني علمی وقتاند یحببکم الله ها یعنی این وقتاند الله شما دوست می‌دارد کدوم وقتاند الله شما دوست می‌دارد رسول الله به پیروی کنیتون الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی آله و اصحابه اجمعین